درود بر عزیزان جان. 25 ساعت 11:15 حرکت میکنیم از سپیدستون شمشک به سمت کلونمستک و حالا ببینیم تا کجا میتونیم چجوری بریم. به اتفاق ابی جانم تا ویدئوی بعدی. یه نیم ساعتیه که از شمشک راه افتادیم. به اتفاق ابی جانم داریم توی مسیر میریم. تاریکه، هیچی پیدا نیست، اما هوا بسیار عالیه. جای همه عزیزان سبز. تا ویدئوی بعدی. 2 ساعتیه که از شمشک پیمایش داشتیم. یه 3,700 الان. 3,700 یه 200 تایی دیگه، 200 تا دیگه مونده که بریم رویال. اولین هلندی رو رد کنیم، بیفتیم تو سرازیری. به اتفاق ابی جانم ساعت 1:11 شب راه افتادیم. اینم ابی جان 2 ساعت دقیقاً الان 2 ساعت پیمایش. میریم تا ویدئوی بعدی. ما اومدیم گردنه اول رو فتح کردیم با 2 ساعت و 40 دقیقه پیمایش مفید و با استراحتمون حدود 3 ساعت و 20 دقیقه کل مسیر رو اومدیم تا گردنه اول. خب خان اول رو رد کردیم و تبریک میگم به ابی جانم. ساعت الان 2 حدوداً 2:10 صبح، 26 تیر ماه 403. علی جان جانم ابی جان، بیا اینو بگیر. یادت داشت عباس، اما عباس عزیز بخیر، روح شاد. چقدر باهاش اسکی کردیم. قهرمان سابق ایران، مربی درجه 1، مرد باحال و با عشق. من با خانومم چند بار رفتیم خونهشون، برای ما گوسفند کشت. روح شاد باشه. اما عباس یادت گرامی، دوست داریم. جاش حتما جاهای خوبه، آدمی که انقدر خوب بوده. عشق بود، عشق. ابی جان سردمون داره میشه، دما فکر کنم حدود 10-12 منهای 80 درجه. قربونت برم. من نورم و اینجوری من نور میندازم رود علی جانم. داریم قربونتو. بذار راه شیری هم بگیریم. آخ راه شیری. راه شیری چیش پیدا نیست. جای همتون خالی. جای همه عزیزان سبز. تا ویدئوی بعدی. تا ویدئوی بعد. بعد از حدود 35 دقیقه پیمایش اومدیم کف دره. حیف که تاریکه، هیچی پیدا نیست. اومدیم کف دره درست پشت کلونمستک. حالا ما باید 4000 متری بعدی رو رد کنیم که بریم به سمت دریاچه یعقوب دریوک زیر خلنو. دیگه رسیدیم به یال دومی 4000 متری به همت ابی جانم که بارش فوق العاده سنگینه و امیدوارم روز خوبی در پیش داشته باشیم. ابی جان مرسی که اومدی. برف رو میبینید ابی جانم، برف رو ببینید، اون رو ببینید. ما از کنار اون برف ها اون رو به رو اومدیم. دوستتون داری. حالا سر یال فیلم طلوع رو میگیریم. تا ویدئوی بعدی. دوستتون داری. آخه به 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 به. مرسی ابی جان. این دومین 4000 متریه که زدیم. از اون ور اومدیم پایین، دوباره اومدیم اینجا بالا. به اتفاق ابی جانم یه روز بسیار عالی. سلام بر آزادکو، سلام بر خلنو، سلام بر یعقوب دریوک. به به ابی جانم برو در تا یه اعلام کن ببینیم ارتفاع همه رو. تقریبا 9 کیلومتر پیمایش کرد.
ببخشید جان، عذرخواهی میکنم. من اینجا تقریبا 9 کیلومتر پیمایش کردیم. تقریبا نزدیک 1600 متر ارتفاع گرفتیم و اومدیم پایین. در مجموع 1600 متر اومدیم بالا. بعد الان تقریبا 3 کیلومتر 4 کیلومتر دیگه داریم تا دریاچه خلنو، وارنگرود، آزادکوه، سرکچالا، برج خلنو. اینجا قلب اونا سرکچالا. به 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 به، چه جایی، جای همه طبیعت دوستا. اینجا توچال پیداست. بله اون تد توچال، هوای مقدار آلوده است. علمکو پیداست. علمکو. به 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 به، چه برفی، چه بساطی. هوا خیلی سرده. هوا منهای 69 درجه زیر صفر. طوفان تایلند. تا ویدئوی بعدی. این کاشیراه مناظری بسیار زیبا اینجا بچه ها. جای همگیتون سبز. به به، طبیعت زیبا و بکر. اتفاق بی جانم داریم ارتفاع کم میکنیم. یه صدایی اومد هستن. آره چهار قدمی دریاچه هستیم با ابی جانم. از سرابشی گفتیم بشینیم یه حالی بکنیم. خیلی خوب اومدیم، خیلی دور از انتظار اومدیم با بار فوق‌العاده سنگینی که ابی جانم داشت. طبیعت بکر کیف میکنه آدم. اتفاق ابی جانم خلنو، قله خلنو ایشالا بتونیم بزنیم حتما. درود بر ابی جانم، ابی جان و دل. چقدر برف اینجا امسال، دور و بر پر برف. به به، بار بسیار سنگین ابی جانم. علی جان جفتمون بارمون زیاد بود، بار زیادی بردیم ولی حالا کاری کردیم. تا دریاچه 3 دقیقه دیگه، ایستگاه بعدی دریاچه اونها اونجا. بریم تا فیلم بعدی. اومدیم خدمت دوستان. عمو احمد چه سعادتی نصیب شد. بله کیه؟ تقریبا زیر 6 ساعت 5 ساعت 45 دقیقه پیمایش داشتیم. خیلی عالی. این هم دریاچه، این هم دوستان. چقدر برف هست عمو امسال. بله پارسال اصلا هیچی نبود اینجا، الان کلی برف بود تو راه. بالاخره رسیدیم ساعت 6 صبح، 6 و ربع. اتفاق ابی جانم هنوز آفتاب نزده. دریاچه یعقوب دریوک، بچه های شمشک اونور، خلنو. یه چند نفرم اینجا چادر زدن دارن حالش رو میبرن. ما هم دیگه آشولاشیم، باید هم چادر بزنیم هم یه صبحونه چیزی ردیف کنیم بخوریم و بعد استراحت تا ویدئوی بعدی. بعد 7 صبح آفتاب زد، درست هم از قله خلنو زده. ما هم صبحونمون رو زدیم، یه خود ساز شدیم. الان هم یه چایی بخوریم بعدم بریم بیافتیم استراحت کنیم. علی جانم همسایه هامون هم بگیرم، اینا اومدن خوابیدن. اون همون احمد علی اینان. این ورم یه بچه های بترکلا اومدن. اینم رفیقمونه هاپویی. خیلی جاتون خالی. آدمایی رو که دوستشون دارم، دوست دارم جاهایی که دوست دارم باشند. درود بر عزیزان جان.
به اتفاق ویجان داریم راهی قله خلنو میشیم. امروز 26 تیر ماه 403. چه منظره زیباییه، چقدر زیباست. داریم ساعت 4 حدودا حرکت میکنیم به سمت قله خلنو، برج خلنو. امیدوارم صعود خوبی داشته باشیم ابی جانم. درود بر همه عزیزان. به همت ابی جان دیشب اومدیم یعقوب دریوک بعد یه چند ساعت استراحت، صبحونه و نهار، الان داریم میریم قله خلنو. 19 دقیقه است از دریاچه راه افتادیم. اون چادر ماست آبیه و مسیر رو اومدیم. اونم قله خلنو. به اتفاق ابی جانم با سرقدم عالی اومده ابی جانم. تصویری بسیار زیبا. درود بر دوستان جان. بعد از پیمایش حدود 1 ساعت و نیم اومدیم قله خلنو. ارتفاع 4375 متر. جای همه عزیزان خالی. آزادکو. چادرمون پایین. دریاچه برج خلنو. زمان همینجوری که مشاهده میکنید فشار هوا به این بسته تنقلات چیکار کرده. ارتفاع 4375 متر. به به. ساعت 5:40 دقیقه از قله خلنو حرکت میکنیم به سمت دریاچه. قله خلنو، برف عالی، 26 تیر ماه 403. ببین چه خبره. حالا ببین گوله برف رو میندازم رصدش کن. ببین تو رفت. تو کجا داشتی؟ آخه چه حالی میده. دوستتون داریم. شاد باشید. سلام دوستان جان و دل. دیشب حدود ساعت 11 شب با علی جانم حرکت کردیم از سمت شمشک سفیدستان. اومدیم کلونبستک رو سرازیر شدیم به سمت گوسفندسرا. بعد از گوسفندسرا صعود کردیم به پشت برج خلنو. از اونجا اومدیم تو دشت، از بغل رودخونه وارنگرود اومدیم دریاچه یعقوب دریوک که سرچشمه وارنگروده. یه استراحت جزئی کردیم، یه چیزی خوردیم، حرکت کردیم به سمت قله خلنو. قله خلنو هم انجام دادیم و برگشتیم. الانم ساعت 6:20 دقیقه بعد از ظهر. یه استراحتی میکنیم، یه ریکاوری خوب. فردا صبح حرکت میکنیم به سمت شمشک. کل پیمایشمون برای خلنو اینجا چقدر بود؟ از اینجا کل پیمایشمون 2 ساعت طول کشید. رفتیم خلنو و برگشتیم. تا الان هم یه چیزی حدود 16 کیلومتر امروز پیمایش داشتیم. فکر میکنم 12 کیلومتر. درود بر دوستان جان. جای تک تک عزیزان سبز. اومدیم دریاچه خلنو. ساعت حدوداً 7 بعد از ظهر 26 تیر 1403. هوا بسیار عالی، منظره بسیار زیبا. پشت سرمون برج خلنو، این طرفمون قله خلنو. فضایی بسیار زیبا و دلانگیز. امشبم فقط مایم و ما اینجا. دوستتون داریم. چقدر تصاویر زیباست.
عزیزان جان و دل، دریاچه یعقوب دریوک جای همه عزیزان سبز. فضایی بسیار دلانگیز. به به، چه هوایی، چه طبیعتی. دیگه تقریبا آفتاب رفته، غروب خیلی زیباست. درود بر عزیزان جان. 27 تیر 403 صبح ساعت 9. دیشب و اینجا خوابیدیم. جای همه عزیزان سبز. هوا بسیار سرد بود. توی کیسه خواب و چادر. الان داریم بساطو جمع میکنیم به اتفاق بیجان که راهیشیم به سمت کلونبستک و شمشک. شروعه؟ بله. درود مجدد بر عزیزان جان. به اتفاق بیجان هم یه 2 روز زیبا رو داشتیم. امروز 27 تیر. همه آقای داشتی راهش رو پیدا کردن. الان بهت میگم راهش چیه. داشتی برش والا هیچی نمیخواد. خوبه باد رو خیلی روزای خوبی بود، یادتون کردیم. حالا وای میسیم عکس بگیم. بگو نخور. گله حدوداً 100 تایی قوچ و میش رو میبینیم. اینجا پایین دست دارن چرا میکنن. نمیدونم چیه این، واضح هست یا نه. دقیقاً همینجا. چقدر اینجا بکره. اینا با آرامش دارن اینجا لذت میبرن. ما یواش یواش میریم، احتمالاً اینا رم میکنن میرن. فهمیدن دویدن. بذار ببینیم. آره میبینیدشون. ببین گله رو ببین، داره میدوه. گله رو ببینی که دارن میدوهن میرن. گلویا رو بگی. گلویا اینا هم راه افتادن. اینا شهر. میشه با بره. میبینید چند تا. کیفیت زیاد خوب نیست. جلوی برفه وایسادن. احتمالا الان میرن، چون حس کردن که ما داریم میم. رفتن. شیب بسیار تون از روی صخره‌ها میریم بالا. بعد از حدوداً 1 ساعت پیمایش اومدیم. الان ارتفاع حدوداً 4700 متر. داریم میریم سر گردنه، اونجا که برفه. سرازیر شیم رو به پایین.
مسیر بسیار زیبا. اون پایینم که گله های ستایی قوچو میشن، خیلی زیباست. اون روبرو آزادکوه. ابیجانم که بار سنگین داره میره جلو. میریم تا ویدئوی بعدی. دوستان جان در راه برگشتیم، حدود 1 ساعت پیمایش داشتیم. گردنه اول رو رد کردیم به اتفاق ابیجانم. برف رو ببینید، حالش رو ببرید. ما از اون ور اومدیم، از اونجا اومدیم روی این گردنه. الان دوباره میریم پایین، بعد دوباره میریم بالا به سمت کلومبستک. تا ویدئوی بعدی. رسیدیم بونه کلومبستک. اما حسن و سامان جان اینا زیر کلومبستکیم با ابیجانم. اینجا یه 5 دقیقه استراحت میکنیم، میریم بالا. داریم میرسیم به گردنه کلومبستک که این 5مین صعود بالای 4000 متر توی 40 ساعت گذشته به همت ابیجانم با بار خیلی سنگینش. وای ارتفاع کلومبستک هستیم. 5مین تقریبا 4000 متر رو تو 40 ساعت گذشته صعود کردیم به اتفاق ابیجان. ساعت 1:03 داریم راه میافتیم به سمت شمشک. شنسکی انبارنو شمشک. میریم به سمت پایین. این شنسکی بسیار عالیه. میریم به سمت شمشک. در انتهای راه بسیار زیبا. از این شنسکی انبارنو داریم میریم پایین. خیلی زیباست. درود بر دوستان جان. ساعت 4 رسیدیم شمشک.